29 سنت از سنت های فراموش شده تغییر الشیب و تجنب السواد. این سنت است که کسایی که مویایش سفید میشه اما سفیدی را تغییر بده و از سیاهی اجتناب بکنه. حین جاء ابو بکر الصدیق به ابیه ابی قحافه، در حدیث شریف میگه که وقتی که ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش که ابو قحافه نام داشت، این به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله یوم فتح مکه، در روز فتح مکه، یحمله کوره حمل میکرد، یعنی بسیار سفید شده بود دیگه، حتی وضعه، تا که ایره گذاشت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این پدر خود مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. و رأى رأسه كأنها الثغامه، الثغامه بیادا، میگه موی سرش تو بود مثل ثغامه، کدام چیزی هست بسیار سفید است، یعنی مثل یک پرنده سفید واره. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که غیروا هذا، شما ایره تغییر بدین، ای شب ای شیبه، یعنی چی را؟ پیری، سفیدی را، یعنی سفیدی های مویتان چی کنین؟ تغییر بدین. و جنبوه السواد، شما ایره اجتناب کنین از چی؟ از سیاهی، یعنی ایره سیاه نکنین. حالا متاسفانه مردم اول خود تغییر نمیتن، اکثر مردم چی میگن؟ او را سیاه رنگ میکنن، خدا جوان میسازن. وقتی که سیاه رنگ کرد بازیگن مرگش یادش میره. ما اگر تغییر میده با رنگ های دیگه مثل خینه و مثل دیگه رنگ ها، غایت المرام 105، این غایت المرام در صفحه 105 آمده.